میگن حضرت موسی زمانی که به کوه سینا میرسه خطاب به خداوند میگه ارنی ببینمت. در جواب میشنوه لن ترانی، هرگز نخواهید دید. حالا سه شاعر ما سه دیدگاه متفاوت دارن نسبت به این ماجرا. سعدی نگاه عاقلانه داره، میگه چو رسی به طور سینا ارنی مگو و بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی. حافظ نگاه عاشقانه داره، میگه چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذر، تو صدای دوست بشنو نه جواب لن ترانی. اما مولانا دیدگاه عارفانه داره نسبت به این ماجرا، میگه ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه چه سرا چه لن ترانی.